روز 7 فوریه سال 2024 در آذربایجان یک جمهوری سابق شوروی واقع در منطقه قفقاز جنوبی انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت و عملا بدون رقابت برگزار گردید که بنا به نتیجه های رسمی اعلان شده رئیس جمهور کنونی الهام علیف که 62 سال دارد با کسب زیاده از 92% اوازها غالب انتخابات و اینک بار پنجم پرزیدنت این کشور سرشار از کانهای نفت و گاز اعلان شد. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان که 8 فوریه نشر نمود، الهام علیف 92.05% و نامزدی که جای دوم را گرفت زاهد اوروج همگی 2.19% آواز گرفته است. همین طور باقی مانده رقیبان علیف در به دست آوردن کرسی پرزیدنت فوزل مصطفی 2%، قدرت حسنگولیف 1.76%، روزی نورالیف 0.8%، الشاد موسویف 0.67 و فود علیف 0.53 رای گرفته در رقابت شکست خوردند. ولی مخالفان علیف اشتراک در انتخابات را تحریم نموده این انتخابات را مسخره و تئاتر نامیدند، چون در رفت برنامه‌های پیش از انتخاباتی همه نامزدهای ذکر شده از انتخاب الهام علیف خودداری نموده حتی با تعریف و تفسیر او مشغول شدند. علیف باشد چندان در کارزار انتخاباتی فعال نبود و در یگان بحث بین نامزدها نیز اشتراک نکرد. گذشته از این به گفته کارشناسان همه نامزدها در مقابل علیف ثبت نام شده نامزدهای کیسگی بوده با تفسیر و مصلحت دستگاه پرزیدنت آذربایجان در انتخابات اشتراک کردند. مقامات آذربایجان ناظران شورای اروپا را برای نظارت انتخابات دعوت نکرد و حتی به نظر دفتر نهادهای دموکراتی ساحه که در فرودگاه باکو فرود آمده بود روادید برای ورود به کشور را نداد. با وجود در یک شرایط بی‌رقابت با اشتراک تنها نامزدهای کیسگی و به حضور ناظران مستقل گذشتن انتخابات پرزیدنتی آذربایجان، رسانه‌ها باز هم از موردهای تقلب آوازها به نفع علیف گزارش دادند. این نخستین انتخابات پرزیدنتی در آذربایجان بعد ولایت کوهستان قره‌باغ از دست جدایی طلبان ارمنی پس گرفتن ارتش این کشور بود و ناظران مستقل میگفتند که بعد این پیروزی ریتینگ الهام علیف در چشم مردمش آنقدر بالا رفته بود که حتی اگر انتخابات در واقع پررقابت و آزاد هم برپا میکرد یگان نامزد دیگر در مقابل او شانس غلبه نداشت. انتخابات پیش از مهلت در آذربایجان نیز به مناسبت به زیر نظارت باکو برگشتن منطقه قره‌باغ دایر گردید. در اصل انتخابات نوبتی پرزیدنتی آذربایجان میباید سال 2025 صورت میگرفت، ولی علیف گفت اکنون که آذربایجان تمام سرزمین‌هایش را سرجم کرد باید همچون رمز یکپارچگی آذربایجان انتخابات پیش از مهلت دایر شود. الکی رهبران چندین کشور از جمله ترکیه، ایران، چین، ونزوئلا، بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و دیگران الهام علیف را با پیروزی تبریک کردند. الهام علیف در بین پرزیدنت‌های اسنگ بعد امامعلی رحمان، الکساندر لوکاشنکو و ولادیمیر پوتین که متناسباً 32 و 24 سال باز در سر قدرتند چهارمین پرزیدنت اعظم در روز عمر دانسته می شود.